در 11 ماه سال جاری معاملات مالی خارجی تاجیکستان در مقایسه با همین دوره سال گذشته 890 میلیون دلار کم شده است. این معاملات در 11 ماه سال گذشته 4.8 میلیارد دلار، اما سال جاری چیزی بیشتر از 3.9 میلیارد دلار را تشکیل داده است که بیش از 18% کم شده است. صادرات مال 9.5% کم شده همگی 813 میلیون دلار را تشکیل داده است. واردات باشد به 894 میلیون دلار، یعنی بیش از 20% کم شده است. حجم عمومی واردات امساله برابر 3.1 میلیارد دلار بوده است. توازن تجارت هم منفی بوده 2.3 میلیارد را تشکیل داده است. تاجیکستان سال جاری با 87 کشور دنیا معاملات مالی داشته است که اصلی ترین شریکان تجاری روسیه، چین و قزاقستان بودند که سودا با آنها متناسباً بیشتر از 1 میلیارد دلار، 698 میلیون و 638 میلیون دلار بودند.